به دنیای خوشمزه قاشق قاشق عشق خوش اومدی. اینجا جاییه که هر قاشق غذا با عشق و سادگی و عطر سبزی‌های معطر ترکیب میشه. اگه عاشق غذاهای خوش‌طعم، خلاقیت توی آشپزی و حس خوب پختن با دل و جون هستی، اینجا دقیقاً جای توئه. فراموش نکن کانال رو سابسکرایب کنی تا هر هفته با یه ویدیوی تازه و خوشمزه مهمون خونت باشم. برای تهیه قلی میگو احتیاج داریم به نیم کیلو میگو پاک شده، نیم کیلو سبزی قلی خرد شده، یک بسته تمر هندی، سیر و پیاز و ادویه ها که شامل نمک، زردچوبه و فلفل سیاه هستش. شما میتونید با توجه به ذائقه خودتون و برای تندی بیشتر از فلفل قرمز هم استفاده کنید. در مرحله بعد 2 لیوان آب به تمر هندی اضافه میکنیم و میذاریم توی آب بمونه. تو مرحله بعدی سبزی قلیه که شامل جعفری، گیشنیز، شنبلیله و 2 عدد سیر کامل هستش رو خرد میکنیم. یک مقدار روغن به سبزی خرد شده اضافه میکنیم و به خوبی تفت میدیم. بعد از اینکه سبزیمون رو تفت دادیم، میایم با استفاده از یه دونه صافی تمر هندی رو صاف میکنیم تا هسته و پوسته ها ازش جدا بشه. مرحله بعد پیازا رو خرد میکنیم. پیازها رو که تفت دادیم و به رنگ طلایی در اومد، ادویه ها رو اضافه میکنیم. بعد از اون میگو رو اضافه میکنیم، یک مقدار تفت میدیم و در مرحله بعد سبزی قلیه رو میریزیم. من سبزی قلیه رو از قبل آماده کرده بودم و چون به اندازه کافی داخل سبزی سیر بود، دیگه جداگونه سیر اضافه نمی کنم. حالا نوبت اضافه کردن چاشنی‌های غذاست. تمر هندی رو که صاف کرده بودیم بهش اضافه می‌کنیم. در قابلمه رو می‌ذاریم تا یه مقدار بمونه.
حالا بهش یه استکان آب بورم اضافه میکنیم. در قابلمه رو میذاریم تا خوب جا بیفته. قلیه میگو خوشمزه ما آماده شد. حتما درستش کنید و امتحانش کنید.